السلام اون که جان مشتاق دیدار شماست. السلام اون که جان مشتاق دیدار شماست. بلبل و گل مایل گل باغ رخسار شماست. روزی نیکو پیرو برنا وقت ساعت السلام مه داریم بر شما این قرض یزدان السلام. سلام و درود و سرشار از عشق محبت نثار یکایک شمایان باد پدران و مادران خواهران و برادران دوستان بینهایت عزیز و ارجمند و عالی قدر سلام قدم های یکایک شمایان را به این درگاه نور و ضیا به این کاشانه بخت به این روز خرسندی عائله مشرف خوش آمدید و خیر مقدم میگویم و از زبان میزبانان گفتنیم خوش آمدید و مرحبا بر خانه ماوای ما. خوش آمدید و مرحبا بر خانه ماوای ما چون سرما به چشمان کنه خاک قدم های شما. ای دوستان مهربان مهرآوران خوش آمدید عزت شناس و قدردان صاحب دلان خوش آمدید. دوستان عزیز امروز یک روزی نیک است، روزی تکرار نشونده است، روزی فراموش نشونده است، یک روزی است که دو دل داده عالم عشق رمضان و هم مرجان خان با هم جشن سال دارند. من هر شما را به چنین غالبیت بزرگ عشق عارفانه و عاشقانه صادقانه و تاجکانه مبارکباد میگویم. به هر شما پیش از همه عمر دراز به خزان طالع بلند و خوشبختی جاویدانه را تمنا داریم و از زبان شاعر گفتنیم هر صبح شما را صفا رساند هم دولت بهبها رساند بر روز خوش و سعادت عمر 100 سال دیگر خدا رساند. این لحظه جاویدان مبارک باشد، پیوستن دو خاندان مبارک باشد، داماد و عروس با هم دیگر یار شدن این دولت عاشقان مبارک باشد. دوستان از امروز در بزم جمشیدی ما حضور دارند گروه از مطربان و حافظان خوش صدا که در تمام قلمرو جمهوری میشناسند، حرمت میکنند، احترام میکنند، پیوسته سرودهای آن کس را انتظار هستند. رستم عزیزی را دعوت میکنیم. مرحبا. تشکر زیاد. السلام علیکم رادیو نظر جماعت مهمانان علی قدر پدران مادران عزیز هر یک شما را سلام به این خوش آمدید بگیم. تمام میکنم از جلال خداوند بر روز داماد نازنین همیشه بختیار و شما خداوند کریم نگهبان باشد، یک عمر سرسبز زندگی خوب و خوش داشته باشد و یک شما اولین روز سال نو را مبارکباد بگید. بگذار سالی پر از برار باشد، پر از خوشی ها باشد، زندگی آرام و آسوده نصیب داماد عروس نازنین باشد. با دعای شما خوش آمدید. مرحبت کنم برای شما برای فراغت شما خوش آمدید. مرحبت.
بگذار داماد عزیز در زندگی پدر بزرگ گردن برو دیگر از خوش آمدید تا برآمد یک تورنای زیبایی در وسط مادران عزیز می‌سریم بعداً تنهایی رقصی می‌خوانیم با هم خرسندی کنیم و توی داران توی رو مبارکباد میگیم خوش آمدید تا برآمد فرشتگان زندگی مادران عزیز همیشه سعادتمند باشید، سلامت باشید، هیچگاه دستی دعاتان از سر فرزندان دور نباشد. بگذار خواهر عزیز بودن نازنین در زندگی مادر بزرگ شوند، همراه برادر عزیز صاحب فرزندان زیاد گردند، صالح باشند، صالحه باشند، در خدمت پدر و مادر اول بعدا خلق و وطن عزیز باشند. شما دیتون بار دیگر فدای خدماتتون مبارک باشد. این روز من اولین توی در محفل شما آغاز شد. تمنا میکنم که همیشه زندگیتان اولین باشد و خوب و خوش باشد و بیغم و نظر کرده خداوند باشد.